وقتی حس کردی که یکی رو از ته دل دوست داری، هیچ وقت رهایش نکن. ممکن است دوباره تکرار نشود. آدمانی که در سن و سال تویند فکر میکنند که این حالت دوباره پیش میآید. بعد از 10-15 سال میگذرد و میفهمی که این حس فقط همان یک بار بوده است که اون وقت حالت دیگر خوب نمیشود. عشق این است، یعنی حالت خوب باشد. اون وقتی تو نیرو میگیری، قوه میگیری و میخواهی مبارزه بری که اون وقت دیگر لحظه های گذشته در رو برایت نیستند. عمر گذرا است. امروز هر امکانی که داری استفاده بر، مبادایی که فردای برایت وجود نداشته باشد یا شاید هم داشته باشد اما امکانی نباشد. پس امروز برای فردای تلاش کن تا عشق را کنار داشته باشی.